أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب فضل الاذان، یعنی که باب در مسئله فضیلت اذان هست، یعنی که اذان چی فضیلت و چی برتری ها دارد. همچنین اقامت، اذان و اقامت هر دوش یک جا. و اذان اصلا در لغت به معنای اعلام و فریاد کردن است، به معنای برای دیگرها رساندن وقت است در لغت. اما در اصطلاح وقتی اذان میگیم یعنی لفظهای معینی که اذان گوینده به اون لفظ فریاد میکند، همون را میگن اذان. این را میگن اذان در اصطلاح. اکنون در این باره امام نووی رحمه الله چند حدیث برامون تقدیم میکند. اولین حدیث این باب حدیث 1032 کتاب ریاض الصالحین هست. میگوید که عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگوید از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند لو یعلم الناس ما فی النداء و الصف الاولی، یعنی اگر که میدانستند مردم آنچه که در اذان هست و در صف اول هست، یعنی آن ثواب و پاداشی که در اذانگویی هست یا اون ثواب و پاداشی که در صف اول هست، ثم لم یجدوا الا ان یستهموا علیه لاستهموا علیه. بعد میگه لم یجدوا، نمیافتند یگان راهی برای حل، یعنی همه میدونستند که از آن چی ثواب دارد و صف اول چی ثواب دارد، پس همه مردم میخواستن از آن بگوید، همه مردم میخواستن در صف اول بایستند. برای میگه ثم لم یجدوا، پس اگر این طور میشه دیگر مردم چاره پیدا کرده نمیتوانستند، راه حل پیدا کرده نمیتوانستند، الا ان یستهموا علیه، مگر اینکه قرعه کشی بکنند. اکنون دیگه همه میخوادم قرعه بکند، اکنون دیگر مردم نوبت انتظار نمیشود، پس قرعه کشی میکردند. لاستهموا علیه میگه حتما قرعه کشی میکردند. اکنون دیگر بگیم یک کس برای اذانگو تعیین نمیشد، دیگر قرعه کشی نوبت تای اذان بگو، نامد برآمد اذان بگو، نامد نبرآمد خلاص انتظار میشوی. ولو یعلم ما فی التهجیر لاستبقوا الیه، پیغمبر میگوید اگر که مردم میدانستند آن چیزی که در تهجیر هست، تهجیر یعنی که زود برای نماز رفتن، مثلا 5 دقیقه نیم ساعت پیش وقت رفته انتظار نماز شدن، این را میگن تهجیر، یعنی زود بر وقت رفتن به سوی نماز. اصلا تهجیر بگیم در گرمی ها به سوی نماز رفتن میگویند، فهمو؟ خب گرمی نگفته و خلاصه بر وقت به مسجد رفتن، لاستبقوا الیه. پیغمبر میگه که اگر که میدونستن که در بر وقت مسجد رفتن چی اجر و پاداش است، لاستبقوا الیه، حتما مسابقه میکردن برای این کار. یعنی چیکار میکردن؟ یعنی که میدویدن که از زودتر پیش از دیگرها به مسجد برسد. ولو یعلم ما فی العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا، پیغمبر میگه که اگر که میدونستند آن چیزی که در عتمه هست، عتمه یعنی نماز خفتن، آن چیزی که در نماز خفتن یعنی آن ثوابی که نماز خفتن دارد، و صبحی آن ثوابی را که نماز بامداد دارد، لاتوهما، حتما می آمدن به این دو نماز مردم، ولو حبوا، اگر هرچند که به زمین شکیده هم باشد. ببین حتی کنلوخ شک کرده هم باشد یا به زمین شکیده هم باشد، می آمدن برای چی؟ برای این دو نماز، یعنی که آن ثواب و بزرگی که در این دو نماز وجود دارد. این حدیث متفق علیه می باشد. این اولین حدیث این باب. بعد از این حدیث 1033 و عن معاویه رضی الله عنه قال، یعنی که از معاویه رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگفت المؤذنون
اطول الناس اعناقا یوم القیامتی، یعنی اذانگویان بلندترین مردم هستند در گردن، از روی گردن، یعنی درازترین گردن رو در روز قیامت اذانگوی ها دارد. مقصد از بلندترین گردن یعنی بسیارترین ثواب را کی دارد؟ مؤذن ها دارد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است و معنای اطول الناس اعناقا را علما بسیار توضیحات زیاد داده هستند. بعضی علما میگن که یعنی که به رحمت الله نزدیکترین مردم مؤذن ها هستند و بعضی میگن که زودترین به جنت میرفتگی ها این مؤذن ها هستند، یا بعضی میگن که بسیارترین عمل را مؤذن ها دارند. یعنی که مؤذنی یک شغلی یا که یک عبادت و یک وظیفه بسیار بزرگ است. خب این بود حدیث 1033 رواه مسلمون. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیث 1034 و عن عبدالله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة ان ابا سعید الخدری رضی الله عنه قال له، میگد که از عبدالله ابن عبدالرحمن ابن ابی صعصعه از روایت است هر آینه ابو سعید خدری رضی الله عنه گفت عبدالله ابن عبدالرحمن را، ابو سعید عبدالله را گفت اینی اراک تحب الغنم والبادیه، میگه گفت که ای عبدالرحمن هر آینه من میبینم تو را که دوست میداری غنم را، یعنی که بگیم گوسفندوانی را، چوپانی را دوست میداری، والبادیه و بیابان ها و کوه ها و دشت ها گشتن دوست میداری، یعنی که ده مردگی و چوپانی در کجاست؟ در ادیرا است و بالای کوه است. پس گفت من ترا میبینم که تو این را دوست میداری. فاذا كنت فی غنمک، پس گفت که هنگامی که تو در غنمت هستی، یعنی که همراه مالت هستی، در ادیر هستی او بادیتی که یا گفت در بیابان ها و در صحرا هستی، فاذنت للصلاه، گفت هنگامی که نماز گفتی، از آن گفتی برای نمازت، یعنی خودت تنها هستی و چند چوپان همراه خودت هست که در ادیر هستید، وقتی که از آن که میگوید فرفع صوتک بالنداء، میگه ابو سعید خدری گفت که عبدالله ابن عبدالرحمن آواز تا بردار، گفت آواز تا بلند کن با از آن گویی، یعنی بلند از آن بگو در صحرا هم باشی. فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له یوم القیامه. پس گفت زیرا اینکه نمیشنود آواز اذان را، آواز مؤذن را، جن و نه انس و نه چیز مگر اینکه گواهی میدهند برای اون انسان در روز قیامت. یعنی گواهت زیاد میشود وقتی تو از اون بلند میگوی، جن هم میشنود در روز قیامت گواهان تو است و انسان هم که میشنود گواهان تو است. هر چیزی که میشنود، سنگ و کلوخ و پرنده و درنده و هر چیزی که آوازی از اون تو را میشنوند، اینها در روز قیامت شهید له، شهادتی میدهد برای اون انسان. یعنی که شاهدات چقدر زیاد میشود که بالای تو شهادتی میدهند که تو اهل خیر و اهل ایمان و اهل اسلام هستی که از آن میگفتی و اینقدر شاهدی زیاد داری. قال ابو سعید رحمه الله میگوید که سمعته من رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که همین سخنها را ابو سعید عبدالله ابن عبدالرحمن گفت، اما گفت من همین سخنها را از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده است. این سخنهای رسول الله است. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 1035 و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا نودی بالصلاه، هنگامی که فریاد کرده می شود به نماز، یعنی هنگامی که بلند می شود آواز اذان، هنگامی اذان گفته می شود. اکنون چی گپ می شود؟
ادبر الشیطان، میگریزد شیطان، پشت میگردوند و شیطان میگریزد. وله ضراتون، و گریختنی ساده و عادی نیست، بلکه گریختنی است که ضرات دارد همراه خودش، یعنی بادش برآمده میگریزد، یعنی چنان زورش میآید که حتی بادش برآمده میگریزد. حتی لا یسمع تأذین، چرا اکنون شیطان میگریزد بادش برآمده؟ میگه تا اینکه آوازی از آن نشنود، آواز مؤذن را نشنود، آواز از آن گوره نشنود، گفته از این حساب بادش برآمده شیطان میگریخته است. فاذا قضی النداء اقبل، اکنون پس هنگامی که میگه به آخر رسید، به پایان رسید از آن، اقبل یعنی شیطان باز گشته می آمده است، شیطان باز پیش بگیم نمازخوانها می آمده است. حتی اذا ثوب للصلاة ادبره، تا زمانی که هنگامی که ثوبه یعنی اقامه گفته می شود، هنگامی که قامت گفته می شود برای نماز، ادبره شیطان باز می گریخته است. ببین این همچنین گفتیم این فصل همچنین فضیلت اذان است و فضیلت قامت هم هست، زیرا که وقتی قامت هم میگویی شیطان میگریخته است، شیطان فرار میکرده است. حتی اذا قضی التثویب اقبله، تا زمانی که میگه وقتی که به پایان میرسد قامت گفتن، اقبله شیطان بازگشته میآمده است. حتی یخطر، چرا میآمده است اکنون شیطان؟ حتی یخطر بین المرء و نفسه، تا اینکه یخطر یعنی که بگیم در ذهن انسان بیارد، فهمو؟ یخطر یعنی وسوسه کند انسان را، بین المرء و نفسه یعنی که خود انسان و نفس انسان، و یقول، پس شیطان میگفته است که اذکر کذا، فلان چیز به یادت بیار، و اذکر کذا لما لم یذکر من قبل، و به یاد بیار میگه چیزهایی را که لم یذکر من قبل پیشتر در یادش نبود. حتی یظل الرجل ما یدری کم صلا، تا اینکه میگردد میگه انسان، مرد انسان نمازخوان، ما یدری کم صلا، نمیداند که چند نماز خونده، چند رکعت نماز خونده است، دیگر نمازش فراموش میکند. برای چی؟ به خاطر اینکه شیطان میاد وسوسه میکند، شیطان میآید هوش به هر طرف میبرد. از این حساب است که بسیار انسان ها میگن وقتی که در داخل نماز میدرایی چیزهایی که هیچ گاه در یادت نبود میآید، واقعا همین طورم هست، زیرا اینکه شیطان در ذهنت میآورد، وسوسه میکند، فلان چیزا به یادت بیار، فلان چیزا را، هر چیز در ذهنت آمدن میگیرد. خب حدیث متفق علیه است. این حدیث هم اذانی، هم فضیلت اذان است و هم فضیلت قامت. گفتن که از این دو تا شیطان در گریز بوده است. بعد از این حدیث 1036 و عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما، یعنی که از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است، انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، هر نوی شنیده است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگوید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول، یعنی هنگامی که شنیدید شما از آن را، پس بگویید مثل آنه که میگوید مؤذن، یعنی هرچی که مؤذن میگوید به مثل مؤذن شما از پیشش تکرار بکنید. ثم صلوا علی، بعد از اذان درود بفرستید بر من، یعنی صلوات بفرستید میگد بر من. فانه من صلى علی صلاة صلی الله علیه بها عشرا، زیرا که پیغمبر میگد هر کسی که صلوات میفرستد بر من، فانه من صلى علی صلاة، پس هر کسی که صلوات میفرستد بر من، درود میفرستد بر من، صلاتن یعنی یک درود، یک بار صلوات میفرستد، صلی الله علیه بها عشرا،
درود میفرستد الله سبحانه و تعالی برای اون انسان صلوات فرستنده، به سبب صلوات فرستادگش 10 صلوات. یک تا میفرستی درود، 10 درود صاحب میشوی. الله سبحانه و تعالی برای این انسان میفرستاده است. ثم صلی الله لی الوسیلة. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه بپرسید الله تبارک و تعالی را برای من وسیله، برای من وسیله را از جانب الله تبارک و تعالی بپرسید. فانها منزله، پس همین وسیله چی است که میگه برای من بپرسید؟ فانها منزله فی الجنه. پس هر اون میگه همین وسیله جایگاهی هست در جنت، یک مکان است در جنت. لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، یعنی که شایسته نیست مگر برای بنده از بندگان الله، یعنی که اون وسیله جای یکی از بندگان الله هست. و ارجو ان اکون انا هو. پیغمبر میگه که میخواهم که من باشم همون شخصی که صاحبی وسیله میشود، صاحبی همون مکان در جنت میشود. پیغمبر میگه که و ارجو، یعنی من امید دارم، من میخواهم ان اکون انا هو، یعنی من باشم همون بنده که صاحب اون مکان است. فمن سأل لی الوسیله. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که هر کسی که پرسان شود برای من از الله تبارک و تعالی وسیله را، برای من وسیله را از جانب الله طلب بکند، حلت له الشفاعت، یعنی واجب می شود میگه برای اون انسان شفاعت پیغمبر برای اون انسان واجب می شده است، کسی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم وسیله را طلب بکند. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. و مسئله الله سبحانه و تعالی برای اون انسان 10 درود میفرستد. کسی که یک درود به پیغمبر میفرستد، الله تبارک و تعالی برای اون 10 درود میفرستد که در رحمت میتید. درود از جانب الله، صلوات از جانب الله که باشد، این رحمت و ثواب هست. تمام، یعنی الله سبحانه و تعالی برای اون انسان 10 ثواب میتید برای هر یک درود فرستاده اش. خب این بود حدیث 1036 رواه مسلمون. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. خب و بعضی حدیث های دیگر هم داریم که در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که بگوید مثل مؤذن، وقتی اذان میشنید به مثل مؤذن بگوید، هیچ توضیح دیگر ذکر نکرد. بلکه در دیگر چیزها داریم روایت ها که وقتی که مؤذن اذان میگوید تا حی علی الصلاه حی علی الفلاح با مثل مؤذن میگیم، اما در حی علی الصلاه حی علی الفلاح میگیم که لا حول ولا قوة الا بالله. فهمو؟ ما شاء الله کنه مولا میشه لم یکن. خلاصه در اون حی علی الصلاه حی علی الفلاح این ذکری لا حول ولا قوة الا بالله یا ما شاء الله کنه مولا میشه لم یکن، اینها را تکرار میکنیم. خب بعد از این حدیث بعدیش حدیث 1037 وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. حدیث 1037 از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که اذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن، یعنی هنگامی که شنیدید شما اذان را پس بگویید چی طوری که میگوید مؤذن، همون سخنایی را که مؤذن میگوید، همون لفظایی را که مؤذن میگوید شما از پشتش تکرار بکنید و از پشتش بگویید. در این حدیث هم همچنین توضیح نداد، بلکه گفتیم که حدیث های دیگر هم داریم که در حی علی الصلاه حی علی الفلاح ذکرهای خاصی خودش. حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 1038 حدیث 1038 رو انشاءالله درس آینده میگیریم، زیرا اینکه دعای بعد از اذان هست یا ذکرهایی که بعد از اذان، دعاها و ذکرهایی که بعد از اذان شنیدن، بعد از تمام شدن اذان گفته می شود، اون حدیث را بیان میکند. انشاءالله اینهاش درس آینده خواهیم گرفت، زیرا اینکه احتیاج به ترجمه و توضیح دارد و درس آینده انشاءالله بیان خواهیم کرد. این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسونیم و
و حدیث 1038 درس آینده شروع خواهیم کرد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.